عدالت جهانی رو زمانی میتونیم داشته باشیم که مردم دنیا آگاه تر بشن. عدالت جهانی رو زمانی میتونیم داشته باشیم که حکومت‌ها برگزیده واقعی مردم باشن. دلیلش خیلی واضحه. مردم حرفاشونو میزنن. این حکومت‌ها هستن که نمیخوان قبول بکنن. چرا؟ برای اینکه به بقای قدرت بیشتر میاندیشند تا به منافع مردمشون. و مشکل ما با همین حکومت هاست. حکومت هایی که امنیت خودشون رو جای امنیت ملی قلمداد میکنن. حکومتی که به فساد مالی مشغولن. حکومت هایی که بودجه مملکتی رو صرف خرید اسلحه میکنن برای اینکه قدرت خودشون رو حفظ کنن. مشکل همینجاست. این حکومت ها حاضر نیستن حرف مردمشون